حمید. حذر الموت، از ترس مرگ. فقال لهم، گفت الله برشان، موتو، بمره. اینجا قول تکوینی است، بمره. ثم احیاهم، بعد از یارا زنده کرد. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، لذو فضل، خیلی صاحب احسان است، علی الناس، بالای مردم، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر مردم قدر نعمت الله را نمیدانه. قرآن قوم بیان نکرده، جایش بیان نکرده، وقتش بیان نکرده، بس عامل مرگش هم بیان نکرده. مبهم گذاشته، مبهم میگذاریم. منظور قرآن نیست که تو از این درس بگی تو چی میکنی که کدام قوم بود و چی قوم بود. از امو خاطر قرآن اینطور سوالا را جواب نمیگه، فایده نداره. تو چی میکنی کدام قوم بود و کدام زمان بود، خلاص یک قومی بود. مفسرین علما دو نظر داره. یک تعداد از علما این نظر داره که اینجا مراد مردن امی مردنی نیست که ما و شما طبیعتا میموریم، حواس ما از درک و از چیسته، از کار و روزگار میمانه. این مردن نیست. الله فرمان جهاد داده بود به این قوم، او جهاد احیا است. چی است بگه؟ زندگی معنوی است. کسی که جهاد ترک میکنه او چی است؟ مرگ معنوی است. چرا مرگ معنوی است؟ مثل که توسط مردن اعضای آدم بی احساس میشه، بی درک میشه، کار کرده نمیتونی. آدمی که زیر یوغ غلامی دیگه کس باشه بی حس و بی اراده است، استقلال نداره. مثل یک آدمی که واره مرده واره است. او کسی که استقلال داره او مکمل مثل یک آدمی چی است؟ زنده. از او خاطر آیت مراد از احیا و اماتت معنوی را می. دوم طایفه از مفسرین میگه که نه، احیا و اماتت او نیست. امیطور احیا و امامتی که حسی با چشم دیده میشد آمده. اگر تو میگی که باز خود دو آدم که یک دفعه بمره باز دیگه زنده نمیشه، زندگی خود آخرت است، اینجا نیست. جواب برش میگی که سه قسم مرگ وجود داره. یکی مرگ تعذیبی است. مرگ تعذیبی نمی رقم که الله کسی را عذاب میده، یک دفعه میرانشه باز چی میکنه؟ زنده. یکی مرگ اعجازی است، برای به طریق معجزه که پیغمبر نشان میده که اینم مرده، این یارا چی میکنم. او یکی مرگ طبیعی است که انسان باز دوباره در دنیا زنده نمیشه، بلکه چی میشه؟ در آخرت زنده میشه. اینجا مرگ چی بوده؟ تعذیبی بوده. این مردم ها مامور به جهاد بودن که جهاد بکنه، یا یک دم فرار کردن بزدل منطقه را به دشمنای علاقت خودشان وفات کرد، فرار کردن با این نیت که ما از این خدا چی بکنیم؟ نجات بدیم، دشمن ما را نکشه. لیکن در یک جای رسیدن الله مرضی را پیدا کرد، طاعون واره، کلی از یا چی شدن؟ مردن. بعد از او پس زنده کردن شانه. چرا زنده کرد؟ به خاطری که الله برشان بدانانه که مرگ و زندگی در اختیار کیست. اگر کسی از جهاد، میدان جهاد، به خاطر نجات از مرگ فرار میکنه، گپش غلط و چی است؟ نادرست است. چرا؟ فرار از میدان جهاد سبب نجات از مرگ نیست. از هر جایی که بری مرگ در دنبالت است، مرگ از جانب الله است. و داخل شدن در میدان جهاد سبب مرگ نیست. سبب چی نیست؟ خالد ابن ولید رضی الله عنه شخصیتی است که در بسیار جهادا شرکت کرده و حتی بدنشی طور جای نبود که داغی چی نمی بود، شمشیر نمی بود، اما در بستری کجا میموره؟ در بستری مریضی میموره. اما کسی که یک روزم در جهاد نرفته ناگهان برابر میشه او در اوجا میموره. از خاطر الله ذهنیت داد برای مسلمان که مسلمان میدان جهاد سبب مرگ ندانی، فرار از میدان جهاد سبب نجات ندانی. جهاد لازمی زندگیت است، اوی بهترین مرگ است. یک موضوع است. مرگ و زندگی در اختیار کیست؟ اگر الله بخواد تو را هر جا میمیرانه. یک مسئله بعد از او برات میگه ان الله لذو فضل علی الناس، الله صاحب احسان است بالای مردم. چرا صاحب احسان است؟ تمام واقعات و داستانه را برش بیان میکنه به خاطری که چشم تو بینا شوه، حقیقت درک بکنی، آلی آمادگی بگیری که باید مرگت چی رقمی مرگ باشه. لیکن اکثری مردم ولکن اکثر الناس، بازم اکثری مردم لا یشکرون، قدردانی نعمت الله را نداره، ایطوری مرگا را خوش نداره، تلاش میکنه خود از چی؟ بگه شانه خالی کنه از میدان جهاد. همونطور است یا نه؟ خدا زرنگ میگه بان که بچه فلانی بره از من نروه. نه، مرگ و نموسته که در میدان مبارزه باشه. در میدان چی باشه؟ مبارزه علیه کافر باشه. یک.
و قاتلوا فی سبیل الله، جنگ کنی در راه الله تبارک و تعالی. و علمو بدانه این جنگای شما اینطور نیسته که هر قدر تکلیف و مشقت میبینه، دوچار مشکل مصیبت ها میشه، زخما را میبینه، نقصانا را میبینه. بدانه و علم و یقین کنی که ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی سمیع، شنونده است فریادایتان، دعاهایتان. دمی موقعی که شما دعا میکنی الله میشنوه. علیم میداند نیت اراده تانه که برای چی جهاد میکنی، برای از اینکه قهرمان برات بگویا، برای از اینکه خب طوفان برات بگویا، برای از اینکه دلاور برات بگویا، برای از اینکه قماندان ضربه‌ای برات بگویا. کدام مقصد نیت کرده ای؟ الله میدانه. یعنی که میگی نه، نظام الله حاکم شود. من ذا الذی، کیست او ذاتی که یقرض الله، الله اکبر، کدام شخص است که قرض بده به الله، قرضا حسنا، قرض حسنه را، فیضاعفه، پس دوچند بسازه، دوچند بگردانه الله له برای از او، اضعافا به مراتب کثیرتا زیاد. کیست که به الله کسی قرض بده، جانی خود قرض میده که الله خب اینطور جانی دیگه برش بده که خیلی عزتمند باشه. اینطور جانا به نزد الله خیلی قدر و قیمت داره. جنت درجات خیلی متفاوت داره، ولی کدام جان قدر و قیمت داره؟ جانی که در راه الله قربانی شده باشه، او جان دیگه قدر و قیمت داره. چرا؟ الله خریدشه. الله میگه به من قرض بده بنده، اما تو بیخی نمیگیرم. یک، کسی جهاد بدون مال نمیشه، بدون وقت دادن نمیشه، بدون قوت دادن نمیشه. انسان باید نیروهایی که در دسترس داری مصرف کنی در مقابله با کفار. اگر علم داری، اگر مال داری، اگر نیروی فرهنگی داری، تبلیغاتی داری، هر قسم که داری مصرف کو. الله از پیشت قرض میگیره. چی میگیره؟ بیخی نمیگیره، قرض میگیره و میده برات بدلیشه به مراتب دوچند. والله یقبض، اگر تو میترسی که اگر بدم من خودم نادار میشم، فقر و فقیری سرم میایه، الله میگه نه، عقیده تا پخته کو. والله یقبض، الله است که بند میسازه و تنگ میسازه رزق روزی را، و یبسط، فراخ میسازه میگشایه رزق روزی را به هر کسی که الله میخواه. از یکی را زیاد، از یکی را کم، هر قسم میکنه. صدقه کردن، مصرف کردن سبب فقر شده نمیتونه. و الیه ترجعون، ای مردم چی میکنی قدر مالا که مصرف نمیکنی؟ موقع میسر شده برای مصرف یا مصرف نیروها و مالایتان، لیکن شما بازم مصرف نمیکنی. و الیه خاص، بسوی الله ترجعون، بازگردانیده میشوی. رویسور خبره گردنتان اینقدر بلند باشه که یا الله مال خود در راه خدمت دینت ما مصرف کرده. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، دیگه داستان بر ما بیان میکنه. تو نمیبینی مخاطب پیغمبر اسلام، نمیبینی مانا آیا علم حاصل نشده؟ چرا؟ او قوما خو سابق تیر شده، حالی خو نمیبینه. خو واقعاتش آنقدر معلوم دار است برای پیغمبر، مثل که با چشم سر چی میکنه؟ نظر میکنه دیده باشه. آیا علم حاصل نیست برید الی الملأ و نمیبینی با او جماعتی که من بنی اسرائیل از اولاد یعقوب علیه السلام بود، برات حاصل نشده الی الملأ با او طایفه و گروه من بنی اسرائیل که از اولاد یعقوب علیه السلام من بعد موسی، پس از موسی علیه السلام بود. اذ قالوا، در آن وقتی که بیدار شدن، هوشیار شدن بعد از گذشتاندن زندگی بیگارکشی خیلی ذلیل، چی گفتن؟ قالوا، گفتن لنبی لهم، برای پیغمبری که برای از یا بود، ابعث لنا، مقرر کو برای ما، ملکن، یک پادشاه قماندان، نقاتل فی سبیل الله، که ما در زیر قماندش جهاد بکنیم در راه الله تبارک و تعالی. امرای جالوت. قال، پیغمبر گفت، آلی فامید که قوم یک کمی بیدار شده، هل عصیتم، به خاطر از اینکه کار پخته شوه، ایتو نشوه که ما قماندان مقرر کنم مردم هم آماده نباشه. هل عصیتم، آیا قریب نیست این کتب علیکم القتال، اگر مقرر فرض کرده شوه بالای شما جنگ کردن، جهاد، الله تقاتلو، که باز شما جهاد نروی و جنگ نکنی؟ همینطور نیست؟ امیدی گپ نمیره؟ قال، گفتن و ما لنا، چی شده ما را الله نقاتل، که ما جهاد نکنیم فی سبیل الله، در راه الله، در حالی که انگیزه جهاد وجود داره. چرا؟ و قد اخرجنا، یقینا ما کشیده شدیم، من دیارنا، از خانه های ما بیرون شدیم، خانه بی خانه هستیم، و ابناینا، از اولادای ما، اولاد ما در بیگاری مردم است. فلما کتب علیهم القتال، هرگاه که فرض کرده شد بالایشان جهاد، تولوا، خودشان رو گردانی کردن، الا قلیلا منهم، مگر خیلی کم از یا
در 70,000 نفر تقریبا 313 نفر باقی میمانه. والله علیم بالظالمین، الله خوب علم داره به او کسایی که خود اعتراف میکنه، وعده میکنه، باز وفا نمیکنه. سخت ظالم است. خودت میگی باز وفا سرش نمیکنی. قرآن درس میده برای ما. بله، انسان باید جهاد بکنه. مجد و عزت توسط جهاد حاصل میشه. چرا؟ یک طایفه از بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام جالوتیا سری منطقهشان حاکم شده بود، اولادایشان اسیر گرفته بود، یا در بدر خاک بسر بودن. هر طرف میگشتن، بی خانه و کاشانه بودن. تنگ آمدن دینمی حالت مهاجرت بود. زندگی آرام نداشتن. یک دفعه دوش آمدن، او برادر حالی از جان از وا خواب نمیره، خون میره، بیایی بخیزیم. یک دفعه بیدار شدن. قرآن برای ما درس میده انسان وقتی بیدار میشه که رنج بکشه، درد بکشه. که درد و رنج نکشی باز بیدار و هوشیار نمیشی. درد و رنج نکشی هوشیار نمیشی. ما در ظاهر میبینیم حمله روسا را چی تلقی میکردیم؟ بگوی خیلی مصیبت بزرگ، اما بسیار فضایل بزرگ در بر داشت یا نداشت؟ همین ترجمه قرآن از برکت مهاجرت است. از برکت چی است؟ مهاجرت است. مردمی بودیم در افغانستان زندگی مسلمان است یا چی رقم مسلمان؟ خودی ما خود نماز نمیخواستیم. کوزه بابایم که وجودش میکرد از گل اونمو موجود است. اونو طور مسلمان بودیم. دیگه کجا بود؟ علم نبود، تحقیق نبود، دعوت نبود، کسی طور نبود. اون خودیتان جوانای ما مکمل و نرفت کمونیست شده بود. مقابله شوروی مردم پس چی کرد؟ بیدار کرد. و این سبب شد افغانستانی که در نقشه کس در دنیا نمیشناخت یکه معرفی شد در جهان. معرفی شد یا نشد؟ ما انواع کمالات کسب کردیم. کمالات اقتصادی را، کمالات فرهنگی را، کمالات سیاسی را، کمالات دینی را، بسیار چیزها را در وطن خود پس آوردیم. اگرچه در زمن بگو بسیار بدبختی ها را هم پس خط خود آوردیم. خصوصا کسایی که در ممالک کفری زندگی کرده، پس که میایه برای ما یک فرهنگ لباس و نعوذ بالله بی‌حیایی دیگه چیزا نمیاره الا ماشاءالله. خیلی کم مردم در اونجا است که پابند حیاس، پابند عفت و حجاب است. و پس هم که این جمعیه از خود افغانستانی کرده و خیلی پابند است. آلی برادرای ما در لندن زندگی میکنه الحمدلله، آنقدر پابند دین است که هیچ پرسان نکنه. رابطهشان قطما هسته و همون قسم واقعا حلی ظاهریشان هم قطما و شما فرق داره. که واره ببینه میفهمه که نه خود لندن زندگی نمیکنه. خب لیکن دیگه کمالات خیلی در هجرت موجود بود. شما به آمدن ناتو در افغانستان خفه نشوی. بگوی نشوی خفه. چرا؟ سایسته که یک عالم مصیبت بر ما آمد، خب لیکنی آمدن ما را بیدار ساخت یا نکد؟ شما جوانا اینقدر تعلق و رابطه با قرآن نداشته از اول. شما در صدد راهیابی نبوده. خب آلی فرهنگ های مزخرف که تبلیغات زهراگینش قبلا شنیده بوده، فرفته و عاشق از یا بوده، با چشم سر دیده لمس کرده که یک دم چیز بگوی خرافات است، یک دم مصیبت است. آلی فهمیدیم که اسلام کدام دین است. ارزش صحت کی میه؟ که آدم مریض شود. ارزش روشنی کی است؟ که آدم در تاریکی زندگی بکنه. دو نفر خیلی زیاد بسیار اسلام برش لذت داره. یکی علامه اقبال لاهوری، یکی سید قطب رحمت الله علیهما، اردویشان. علامه اقبال لاهوری آدم صوفی بود، بس دیگه نمی خانقاه ها را مدح کنه دیگه چیز نبود. زمانی که در امریکا رفت وضعیت غرب دید، یک دم انقلاب در ذهنش پیدا شد، یک دم توجهش طرف آیات انقلابی قرآن شد و بعد از او فهمید که ای اسلام کدام طایفه از بین برده، چی چیز از بین برده. از او خاطر بعد از او اشعار انقلابی را شروع کرد. شعرهای از او خیلی پرمعناست. هست یا نیست؟ انسان یک دم در حرکت میاره. سید قطب رحمت الله علیه عالم برجسته بود. وقتی در امریکا رفت حالات مشاهده کرد، خلاهایی که در اون نظام موجود بود و اینجا اسلام و خلاها را پر میکرد. هر دو نظام ها با هم مقایسه شد. آلی ارزش اسلام پیشش چی شد؟ بسیار قوت پیدا کرد. آلی که در زندان برای کلمه لا اله الا الله جان میده،
برای ما و شما اسلام وقت اهمیت پیدا میکنه که یک کم وقت در تاریکیم تیر کنیم، یا نه یک کمی رنج ببینیم، ذلت ببینیم، بعد از او انسان بیدار و هوشیار میشه. یکی از عوامل بیداری ما اینمی گپاست. انشاءالله ما آینده درخشان در این ملت انشاءالله طمع دارم که الله آینده درخشان بده. درخشان جوانای ما این ملت های نمیتون رسوا و شرمنده از وطن ما برآید و در افغانستان نظام 100% اسلامی حاکم شود، کتاب الله و سنت رسول الله حاکم باشه، نه تنظیم پرستی باشه، نه مذهب پرستی، نه طریقه پرستی، نه قوم پرستی. یک نظام الله حاکم باشه. انشاءالله ای آمده نیست. این را یاد داشته باشه. انشاءالله اگر ما پس رجوع به قرآن حدیث کردیم این مردم هم تو رسوا شرمنده می رود. چرا؟ قرآن برای ما درس میده. بنی اسرائیل وقتی در سر خوردن، زندگی ذلت دیدن، یک دفعه در جوش آمدن پیش پیغمبر. زمان مهدی نمیطور است. مهدی کدام کسی دیگه نیست. مهدی یک شخصی است از مادر تولد میشه، آدمی برجسته است، تقوای بیشتر داره، درایت بیشتر داره، سنجیدگی بیشتر داره. دمو موقع آدمی خیلی موزون برای قیادت کی می باشه؟ مهدی. مردم در گردش جمع میشه، مثل که بنی اسرائیل در گرد پیغمبر جمع شد، گفت قائد در کار داریم، شخصیتی در کار داریم که ما را سرپرستی کنه، قمانده کنه. مثل که حال ما میگیم امیر کار داریم. چی کار داریم؟ یک امیر کار داریم که پس خلافت بیاید. یک طایفه برای خلافت همین طور گپا میزنه. صحیح است؟ این حالی ما به امیر کار داریم. اونجا به امیر ضرورت بود. معلوم شد هر جبهه و هر جهات ضرورت به امارت داره یا نداره؟ به امارت نمیشه. خو امیر کی باشه؟ قرآن عالی مکمل اوصاف هم براتان مشخص میسازه که اوصاف و اهلیت امارت کی داره. ایران برای ما میگه. دوم گپ، پیغمبر یک کسی که یکی حالت جوش است، یکی حالت هوش. حالت جوش و هوش با هم فرق داره. ما که اینیالی تقریر کنم شما را همی قدر در جذبه میارم که همیالی بگم که حرکت، شما کلیتان میخیزی، همیالی میخیزی. خو او طرف که بریم که اونجا نفر تاخ شو از یک طرف، حالی معلوم است که در کوچکی باقی میمانه. در میدان حالت جوش و هوش فرق داره. در جوش کلگی چیخ میزنه، ناره تکبیر میگه نمیگه. خود در هوش باز کسی نیست. ما تجربه کردیم. قطعی بعضی علمای بدعتی که ما روبرو میشیم در مناظره و در چی دیگه وقت هر کس لا اینطور دستین بر میزنه، من سلفی پخته استم، اول نمبر سلفی استم، اول نمبر در مقابل بدعت و شرک مبارد که روز مناظره شو السلام علیکم، خیرت است مولوی صاحب، السلام علیکم، خوب است جور است، بیا که یک مناظره دارم. والا ما بسیار ضرور کار دارم، مرده شده. دروغ میگه مرده شده، مرده نشده، این مرده، خودش مرده. میدان کار داره، میدان هوش علایده است. برای ما درس داده میشه هیچ وقت سری میدان چی جوش حساب نکنه. ما میدان هوش کار داریم. ما شاگرد کلی شاگردار کار ندارم، شاگردی کار دارم که برنامه زنده باقی بمانه. این ترجمه قرآن رمضان تو بگویی که هیچ ختم نشده، عالی هم شروع است. اگه دعوت شروع باشه این ترجمه چیست؟ زنده است، شروع است. اما که در رمضان تو آمدی اینجا خو بردی، اموتور نشستی، حالی پس رفتی قرآن بند کردی، حتی یک روز نه کسی را دعوت دادی، نه پس سوال کردی که باز در کدام جای درس هست یا نه. اینطوری مردم به درد نمیخوره، به درد مردم باهوش میخوره. پیغمبر همینطور قرارداد یا تعهد از کی میگیره؟ از همین مردم جوشی میگیره یا نمیگیره؟ یا خو اقرار میکنه که بله، خو قماندانی قدر با درایت قماندان است که در میدان نزدیک میشه در جهاد، یک امتحان بزرگ سری همی لشکری خود میکنه که تو باش امی کاری آسانه یا امتحان داده میتونه یا نمیتونه، که باز در کاری سخت چطور است. از امو خاطر کسی که داد سلفیت میزد اول امینجا برش بگه یک چنده بکنیم خیر است، آلی تالی را مقابله نداریم، تنها مسئله مال که آلی معلوم شود که از جیب کی زود پرتافته رایسته، فهمیدی یا نه؟ باز بعد از او بگه که آلی در مقابله، که در مقابله جان تیار است یا نه؟ آلی که بگه که چنده پرتی، یکی در بانه موضوع کردن میبره دیگه در بانه همونطور خدا بکشه هیچ کس نباشه. اینطور باید نباشه. قرآن درسا میده. او تنظیم پخته است که مراحل طی بکنه. گرچه ما تنظیم نداریم، الله ما را مسلمان گفته و یک مسلمان هستیم. تنظیم جور کردن، تحزب جور کردن در دین نیست. چرا که تنظیم جور کردی باز کل نیکی و بدی مربوطی کی میشه؟
اگر در تنظیم بودی نیکی میکنی، اگر نبودی بدی. خلاص دیگه کسیش مسلمان نمیشماری، عمل دیگه کسیش نیک نمیشماری. نه، تنظیم نیست. ما که گاهی کلمه سلفی را میگیریم، معنای تنظیم نداره. خب معنای ازیر داره در قدم کی قدم بمانیم؟ سلف قدم بمانیم، دین به مفهوم از او بشناسیم، عمل کنیم. اینی را به نام سلفیت میگه. این کدام تنظیم نیست و گاهی هم تنظیم ادعا نداریم. قرآن برای ما درس میده. پیغمبر گفتن نفر قائد برای ما مقرر کو. پیغمبر قبل از اینکه قائد مقرر کنه از پیشش تعهد میگیره. آیا این تو امید نیست که همین جهاد سر شما فرش و باز شما جنگ نکنه؟ پیغمبر آل امتحان میکنه که یاران انگیزه جهاد یا قوی شده یا نه. جهاد هر کس نمیتونه. جهاد پیش از پیش کاریدن انگیزه در قلب افراد است، لشکر است. که انگیزه را در قلب لشکر بکوری، بازور نمو بدی، قوت بدی که یک دم همیطور در حرکت شوه. جهان امروز هم امین نکته را متوجه است، به افراد خود انگیزه میده. اسلام قبلا امین انگیزه را میداد، خب لیکن مردم انگیزه داشت. انگیزه چی بود؟ از خانه برآمدیم، اولاد ما اسیر و بسیر است، خود ما ذلیل و سرگردان. این چی زندگی است که ما داریم؟ این زندگی دیگه به درد ما نمیخوره. خب الله میگه قراردادم کردن، انگیزه خودم ظاهر کردن. خب روزی میدان که آمد فقط چند نفر دیگه کس نبود. اعتماد سری اکثریت میشه؟ از امو خاطر وکیلای پارلمان که در قوم میره در مسجد که تقریر میکنه، کلگی میگه بله رای به تو میدیم. روزی که رای گیری میشه، از امو قریه یک رای برش داده شده، او رام که دلار برش داده، نمایندهش است، دیگه یک نفر نیسته. نه، حساب نکنی، حساب دقیق بکن که کی واقعا در میدان استاده است. و قال لهم نبیهم، گفت برشان پیغمبرشان، ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، قد بعث لكم طالوت، فرستاده برای شما، یعنی مقرر کرده برای شما طالوت ابن کش. در تورات برش ساول گفته. کسی میگه ای پیغمبر شمعون بود، لیکن این صحیح نیست. شمعون متصل موسی علیه السلام بود. در بین این پیغمبر این در زمان داود علیه السلام است. داود علیه السلام و موسی علیه السلام تقریبا 1400 سال تیر شده. او کسی شموئیل علیه السلام میگه او پیغمبر بود. او گفت که مقرر کرده لکم برای شما الله طالوت پاچا مقرر کرده. قالو گفتن، انتقاد کردن، طالوت یک آدمی است که نه خاندان نبوت است، سید مید نیست، آخوندزاده و گلزاده و صاحبزاده نیست و نه مالداری قوی است. از او خاطر انتقاد کردن. انا چه قسم یکون باشه له الملک، بریازی سرپرستی و قیادت، علینا بالای ما، و نحن احق بالملک منه، ما خواهی کده خیلی لایق هستیم به سرپرستی و قیادت ازی کده. ولم یؤت ساعتا من المال، فراخی مالم برش داده نشده. نه آدمی خاندانی است، نه میاس، نه صاحبزاده، نه آقا، او نه مالدار است. معیار پیش از جا برای سرپرستی چی است؟ مال است، مال، یا آدمی خاندانی باشه. پیغمبر آلی برشان جواب میده. 4 دلیل برای قیادت عزیز ذکر میکنه. اول دلیل اصلی که اهلیت است. کسی را که الله مقرر بکنه او اهل است یا نه اهل؟ پیغمبر برش میگه، قال، گفت پیغمبر بری مردم در جوابشان، ان الله اصطفاه، الله ای را برگزیده. برگزیدن الله مطابق اهلیت می باشه. معلوم شد که آدم مکمل اهلیت داره، قابلیت داره. کی انتخاب کرده شه؟ الله انتخاب کرده شه. کسی را که الله انتخاب کنه باز نه چون است نه چرا. یک موضوع. دوم، و زاده بستتن، چیزی که خیلی ضرورت است برای پاچایی و سرپرستی، یکی خو اهلیت بود. دوم، و زاده زیاد کرده الله ایره بستتن، فراخی فی العلم، در علم. پاچا باید عالم باشه، معلومات قوی در مورد دین، جنگ، عسکری، نظام، کلش داشته باشه، ماهر باشه. مردم چه قسم جمع کنه، چه قسم سوق کنه، چه قسم ترتیب بده، چه قسم امتحان کنه، پشتی سر معلوم میشه نمیشه که طالوت چطور قماندانی برجسته بود. دو، سوم، پاچا باید از نگاه اعضا سالم باشه، از نگاه عقل و درایت بالکل همینطور. سخن که میگه دمی سخن مردم از زیر چی؟ تاثیر خود بیاره. از او خاطر قرآن میگه والجسم، الله برش زیاد کرده قوت جسمی را هم. ناقص نیست، اعضایش هم ناقص نیست، قوت عقلیش هم ناقص نیست. ماشاءالله که سخن میگه. تو نیسته که بسم الله الرحمن الرحیم گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بگه. خیلی خطبه همینطور جذاب میگه
که می مجلس یک دم داده حرکت میاره. همیشه قماندان، پاچا، بگه سرپرست در هر منطقه همینطور شخصیت بکار است. شخصیت بکار است. اینطور خو نیست مولی را ببری اونجا برش بگی تقریر کو، تقریر نتانه، گپ زدن نتانه. اینطور نیست. باز چهارم میگه که در مورد چیزی که الله چی کرده داده باشد او چی انتقاد باشه. والله یؤتی ملکه، الله میدهد ملک خدا، پاچایی خدا، یعنی مقرر میکنه قیادت برای کسی میده من یشاء، که کسی را الله بخواه پس از او سوال کرده نمیشه که چرا ده فلانی دادی. والله واسع، الله فراخ است، رحمتش مهربانیش از او خاطر هیچ وقت تنگی نمیکنه بالای کسی. علیم میدانه که کی قابلیت ملکت و پاچایی و قماندانی را داره کی نداره. و قال لهم نبیهم، مردم بازام یک کمی خرخش در دلش بود. پیغمبر علی برشان میگه که نه، این برای خود علامت داره. در رکوع میره سالم باز بس میکنم خیر ببینه. و قال لهم نبیهم، گفت برشان پیغمبرشان ان آیت ملکی، یقینا علامه پاچاییش، یاتیکم التابوت، آن چیزی که شما سالا دست دادیش چشم درد میگرده همو چیز ملائک میاره و با اینمی میده. یاتیکم که میاره براتون التابوت، تابوت همو صندوقی که فیه در اونجا سکینتون اسباب آرامش است من ربکم، از جانب پروردگارتان، و بقیتون چیزی باقی مانده است مما، از آن چیزی که ترک آل موسی، گذاشت اولاد موسی علیه السلام، و آل هارون، اولاد هارون علیه السلام. تحمله الملائکه، میورداره این صندوق ملائک. که در فلسطین بوده او را ملائک میاره. این فی ذلک لآیه، یقینا دایی نشانه است، یعنی دایی نشانه پاچایی طالوت است. ان کنتم مؤمنین، اگر شما یقین میکنید. این صندوق چی بود؟ روایات مختلف مفسرین ذکر میکنه. این صندوق بود که در اونجا لنگی اساچوب و بعضی چپن مپن کی بود؟ موسی و هارون علیه السلام بود. و این نسل به نسل نقل میشد. و این وقتی که جنگا میکرد در دم روی خود برای تواصل میبرد. لیکن این گپ نادرست است. این صحیح نیست. نه، مراد از ای که در صندوق است تورات سبب سکینه و آرامش است. چرا که در این احکام و راهنمودهای هم در مورد جهاد، هم در مورد زعامت، هم در مورد طرز جنگ کلش وجود داره. انسان که قانون برای جهاد داشته باشه حال دیگه پریشان نیست که چی رقم میشه چی رقم نمیشه. تورات است در کتاب میه برشان، او سبب سکینه و آرامش است. مثل که همین قسم سبب سکینه و آرامش سابق بود آلیام است. و بقیت مما ترکه، بعضی چیزای باقی مانده از آل موسی و عیسی علیه السلام است. رهبری های جهادی که در دوران از او شده، او نوشته هم قطعی نمی تورات در مابین وجود داره. این دیگه هم شما را روحیتانه چی میده؟ بگه تقویت میده. چرا که راهنمودهای جهادی از وا برای شما مشعل میشه، برای شما روشنی میشه. انشالله در جهاد چی میشه؟ پیروز میشه. چرا؟ نکات جهادی را مکمل در نظر بگیره و هر کس که نکات جهادی الله را در نظر بگیره او چی است؟ کامیاب است. از او خاطر این علامه پاچا بودنش. حال دیگه مجال نماند که کسی انتقاد بکنه طالوت پاچا شده. بعد از داستان بگه میبینیم که سرنوشت در کجا میرسه، کدام مردم در میدان کامیاب است کدام ناکام است. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.